بلوگر شناخته تاجیک عثمان یا عثمان جان میرزامرادوف مؤسس و مسئول کانال پرتماشابین تاجیکان شو در یک ویدیو در پاسخ به اون سوالها که چرا وقتهای آخر کم ویدیو نشر میکند گفت که اخیراً برای یک ویدیوش او را 11 شبانه روز حبس کردند. عثمان با همان لحن پر از ظرافت‌های نمکینش در این ویدیو میگوید: بسیاری ای مردم میبینم خرسان میشن الحمدلله. اول پبرات که آغوش میگیرن بعداً یک سوال میدن. بچه چو کردی ویدیو کامرو واردوستی؟ من رنگ هر وقتا یک جواب دارم. میگم отпуск دایم. روم از سیاه میکنم خیلی отпуск. سبب ویدیو کامرو واردنم حقیقت تلخه. حقیقت از زیاد یا نمیپذیرم. ویدیوی من قدر سرم آورد که خودم میدونم و خدای طوری سرم. از زدنی ویدیوشی را با طورش نصیحت کردم. گفتم در پیش بابی سامونی ما خیلی کنج مونده رقص نکرد. او مقدسات ملی ما او رمز ملت بزرگ ما بجای او را بران ما را بردن 11 سوتکم احکام کردن. خیلی سکر کمپیری اوچم هر روز خدا پشتی دروازه رفتگه موندگیش نیستن که بینم. من نه حقارت کردم، نه زدم، نه کشتم. خیریت خدمت چیو به قدر احساس کردم. ما پاتریوتی وطن، ما جان میتیم برای وطن. ای پشتی 4 قنگز من نیکگده وطن ما بد نمیکنم. مرا اگر یگان گلوبوی نومردی بخیل شون نبینه میلیون مر بچه دوست میداره، حرمت میکنه و مرم هم تو. بلوگر درباره اینکه از او که به مقامات شکایت کرده است تفصیلات دیگری نداد. عثمان در ادامه صحبتش از کارمندان اندوز شکایت کرد که بالای سر او را هم گرفتند و طلب دارند که اندوز بسپارد. او در این باره گفت: 3-4 سال شد که کارمندای نالوگ خانه ما دایره زده میویم. این بنزین که بپوشید به همین تو خوردن میگرفته ایده بیده و بعده. نالوگی چیوخی ما یگان شرکت کارخانه نداشته باشیم. تا برای اخصه زنیم نالوگ میتیم. با نالوگی چیوخی من ندارم در خودای جدایی که شما نالوگ کندنی. الحمدلله نفسم در قفص های. نه قمارخانه رکلام میکنم، نه حرام خانه دعوت میکنم و نه مردم فریب میکنم. کتابم نخوش ما کتاب نالوگ بندید. ای با خدا نمیگم دستگیریم کنین. من میگم غمم نتین. به التماس زورم در دنیا نرسید دو دنیا میرسه. از صغیره کلون شدگیم. من حرمت مهربانی حلولدگی نیستم. خداوند در رحمش آمده دمه این قدر حرمت مهربانی به پایان ای سرم ریخت. من بخیل نیستم. ای دست می آمد تقسیمش میکردم. ولی من قدرت ندارم. او خودش داره. کمیته اندوز که چندین سال باز تلاش دارد تا بلاگرها را به پرداختن اندوز وادار کند، ماه ایول سال جاری خبر داد که 32 بلاگر در اداره های اندوز ثبت نام شده از فعالیت‌هایشان در یوتیوب و اینستاگرام و شبکه‌های دیگر به مبلغ 300,000 سومانی اندوز سپردند. کمیته اندوز جمع فایده‌های بلاگرهای تاجیک را 18 میلیون سومانی برآورد کرده و گفت متاسفانه نه همه آنها اندوز خود را از روی وجدان می‌سپارند. عثمان جان میرزامرادوف مؤسس و مسئول کانال پرتماشابین تاجیکان شو یکی از پرتماشابین ترین بلاگرهای تاجیک است که با شرافت اصل شوخی‌های پرظرافت و نمکینش مخلص زیاد جمع آورده است. عثمان به فرق از بلاگرهای دیگر که اکثرش از مسائل سیاسی فاصله میگیرند، به مسائل‌های سیاسی نیز دخالت میکند و از حکومت کنونی تاجیکستان خیلی گرم استقبال و پشتیبانی کرده مخالفان حکومت را برعکس شدیداً به باد مذمت و مسخره میکشد.